امان جانم بیا. نه بگی بگو شنو شد؟ به اجازه جوانایی که قبلا به اجازه امان مغول این جوانای بغلان خصوصا که در محفل شتگی است یک شعر برای مولانای سیدخیل جوانای قندوز بگو. اهل قندوز است نه اینجا؟ خب جوانای قندوز خصوصا نطاق کامپیوتری تبریک میگه، سلام گرم و نرم میگه، یک شعر برای مولانای سیدخیل میگه. جان نطاق کامپیوتری از علاقه‌داری دانه ولسوالی پل خمری ولایت بغلان قوم قلق یک شعر برای مولانای سیدخیل میگه. سبکی وده ملازان یک چای کدیم نوشیجان در موتل مولانای سیدخیل کلگی شیشت ایران موتر چالان میشه میرسونی کلگی جان دم دشت کلگی سل کدوم خربوزه و تربوز بسیار پیرایمان دم خینجانم رسیدم تو دیش بخورنن تیار دم دوشاخ بالا شدم دیدم که برف و باران دم تونلم رسیدم دیدم که دانه چراغان دم کلینر شهید رسیدم کلگی دیس به دوا شیشته ایران موتر چالان میشه میرسونی قرباق جان دم دشت قرباق سل کدوم انگور کشمیشی است به خوردن تیار دم خیرخانه رسیدم کابل شده نمایان از طرف 600 کوتی بیمی 12 یک متر گلبدین است به کابل روان دودی کابل برآمده مردم کابل است به گریان نطاق کامپیوتری قابلی توجه زنده‌باد گفت میگه یک شعر برای مولانای سیدخیل گفتیم. مولانای سیدخیل به قلم به کاغذ به مور محکمه به کتاب قاضی نامی داشت که حرکت میکرد خنلاو لشکر 200 دانه تانک 20 دانه 30 دانه تیاره چرخی حرکت میکرد در منطقه داخل میشد. قابل توجه. سلام علیکم رحمت الله برکاته. برای امان مغول برای جوانای قندوز خصوصا نطاق کامپیوتری سلام میگه. قابل توجه زنده باد. سلام علیکم رحمت الله برکاته.